سردار ستاد متحده سازمان پیمان امنیت دستجمعی یا اودکبه گنرال پلکونیک اندری سردیوکوف روز 14 فوریه سال 2024 در نشست خبری اظهار داشت که در مرزهای جنوبی تاجیکستان افزایش شماره جنگجویان سازمان تندرو دولت اسلامی یا داعش مشاهده می شود. در منطقه آسیای مرکزی تهدید اساسی به ثبات از طرف سازمان‌های بین المللی تروریستی و افراطی به مثل داعش، القاعده و دیگر گروه‌ها برمی‌آید. از جمله در مرز جنوبی تاجیکستان افزایش شماره افراد بخش افغانستانی داعش ولایت خراسان و تحریک طالبان پاکستان به نظر می رسد. نقل قول کرده است خبرگزاری رسمی روسیه تاس. گنرال 62 ساله روس اندری سردیوکوف فرمانده نیروهای دسانتی و هوایی ارتش روسیه تازه ماه نوامبر سال 2023 به جای گنرال دیگر روس آناتولی سیدروف سردار ستاد اودکبه یک مقام خیلی مهم در ساختار این پیمان حربی کشورهای سابق شوروی تحت نفوذ مسکو تعیین شد. گنرال سردیوکوف درباره شماره جنگجویان جمع شده در مرز با تاجیکستان رقم مشخصی نآورده است، ولی سردار وقت اودکبه گنرال پلکونیک آناتولی سیدروف نیز درست یک سال قبل 14 فوریه سال 2023 در نشست خبریش گفته بود که شماره جنگجویان به نام ولایت خراسان بخش افغانستانی سازمان تروریستی دولت اسلامی یا داعش تا حدود 6,500 نفر افزوده تقریبا 4,000 جنگجو در مرز افغانستان با تاجیکستان جمع شدند. سیدروف گفته بود که تهدید اساسی به منطقه آسیای مرکزی از طرف گروه‌های افراطی برمی‌آید که در افغانستان جا پیدا کردند. از بین آنها اعظم گروه‌های خطرناک به عقیده او داعش و القاعده میباشند. سیدروف همچنین قاچاق مواد مخدر و سلاح را همراه با دیگر عامل‌های ذکر شده از علامت‌های نامیده بود که میتواند خطر در گرفتن جنگ نو شهروندی را در افغانستان بیشتر کند. وقت‌های آخر طوری به نظر میرسد لعن قبلا خیلی نرم مقامات روسیه و سازمان‌های منطقوی تحت نظارت کرمل از جمله اودکبه نسبت به حرکت طالبان که ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان دیگر باره به دست آورد تغییر یافته ایستاده است. سفیر روسیه در تاجیکستان سیمیون گریگوروف سال گذشته با یک لعن تند طالبان را عیبدار کرد که از زمان بازگشتشان به قدرت به وعده‌های داده خود از جمله در مورد تأسیس حکومت فراگیر، پیشگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر و رعایت حقوق آزادی‌های مردم به ویژه حقوق زنان عمل نکردند و از این وعده‌ها تا امروز یگان تاش را اجرا نکردند. اودکبه بلاک حربی است که از طرف مسکو تشکیل شده روسیه و بلاروس، ارمنستان و قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را در بر میگیرد. اودکبه سال 2011 برای تحکیم حفاظت مرز تاجیکستان با افغانستان وعده کمک میکند، ولی تا حال این برنامه کمک‌های حربی به تاجیکستان در روی کاغذ در دست بررسی باقی مانده است. بعد در باطلاق جنگ اوکراین سخت در ماندن روسیه که مبلغ گذاری اساسی فعالیت‌های اودکبه بود، دیگر گمان است که این برنامه کمک برای تحکیم حفاظت مرز تاجیکستان با افغانستان به این زودی‌ها قبول و عملی شود.